درود به همه فارسی زبانان، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم به درخواست شما با یک موزیک ویدیو دیگه، ولی قبل از هر چیز من عذرخواهی میکنم بابت اینکه آقا خیلی ویدیو واسه من میاد که ریاکت برم، بیشتریاشون کپی رایت داره و متاسفانه ویدیویی که کپی رایت داشته باشه رو من نمیتونم روش ریاکت برم، چون باعث میشه که کانال آسیب ببینه یا کلا کانالو یوتیوب ببنده. بابا من تازه با شما آشنا شدم، داریم با هم دیگه حال میکنیم، مشتی گلیا، حالا بیایم کانال از بین ببریمش. به خاطر همین آهنگای کپی رایت شده رو نمیتونم من ریاکت برم، عذرخواهی میکنم. با هزار زحمت میچرخم یه دونه ویدیو پیدا میکنم، اونم میام با هم دیگه ریاکت بریم. امروز اومدم با سیوان و باستر، دوتا هنرمند بسیار پرقدرت که با هم دیگه فیت دادن. من از سیوان قبلا ویدیو ریاکت رفتم، از باستر هم رفتم که باستر با لئو فیت داده بودش. حالا سیوان و باستر با هم دیگه فیت دادن که بریم این موزیک ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره برای بزرگتر شدن خانواده‌مون. دمتون گرم، برو بریم. فکر کنم این صدای باستر بودش اگر اشتباه نکنم، چون صدای باستر رو ریاکتی که من باش رفتم با لئو با هم دیگه رفته بودن، یه صدای خیلی مخملی حالت دلسوزانه ای داره، همچنین یه سوزی توی صداش هستش. خیلی صدای باستر رو من خوشم میاد، صدای سیوان هم خوشم میاد، چون از جفتشون هم که من ریاکت رفتم خیلی تو کانال استقبال شده. بریم ادامه رو با هم دیگه ببینیم. دیگه نمیشه مورو دیگه نمیشه مورو رفتی من با خوبای در دیل پایین خونای هرگیز نمیخوام گونه که او را دست میداشتم نک چند خود میدینه که نداشته سری ای من تو کشیدی به تو امروز میگی کی میری مالی برا بیو جوتا دیدی من دیگه ندورم پرموتا. آقا یه نفس بکش، یه بند خوندش، باریکلا، عجب نفسی داره، دمش گرم. سیوان ابروهای خیلی باحالی داره، از این ابروهای پیوسته است. من توی به اصطلاح یه سری کتابا داشتم راجع به تاجیکستان، کشور عزیز تاجیکستان تحقیق میکردم. این خیلی به اصطلاح جزو زیبایی ها حساب میشه، حالا چه خانوم ها چه آقایون، که به اصطلاح ابروهاشون اینجوری به هم دیگه پیوست خورده باشه. آیا این واقعیت داره؟ آیا واقعا یه همچین چیزی هستش که به اصطلاح ابرو پیوندی به اصطلاح جزو زیبایی های یک فرد حساب بشه در کشور عزیز تاجیکستان؟ صدای جفتشون بسیار عالی، بسیار زیبا هستش. موزیکش هم که یه خورده همچین عاشقانه دلسوز هستش، دلسوزاننده هستش. بریم با هم دیگه ادامه موزیک ویدیوی زیبا رو ببینیم. من که با صداشون دارم خیلی حال میکنم. چی کار کردی که مرا مردم بیاده تو چی کار کردی میگن مرا او دختای تو رفت تو کاره کردی که تو نیستی زده ضربه سخت ما
آقا به نظر من هر کسی یه توپق ریز اومدم هر کسی آقا هر کاری که دلش بخواد میتونه بکنه. اصلا کار نداشته باشید مردم چی فکر میکنن، مردم میخوان راجع به شما چی صحبت کنن. الان صحبت هنرمندی بود که حالا تو که رفتی دیگران راجع به من اینو گفتن اینجوری کرده اونجوری کرده. اصلا مهم نیست، هر کاری دلتون میخواد بکنید، فقط مردم آزاری نکنید، آسیبتون به کسی نرسه. هر کاری دیگه دلتون میخواد میتونید بکنید. رفتار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، اینو داشته باشین سلوه کاراتون. هر کاری دلتون خواست بکنید. حله بریم ادامه. به به. از ته دلش میخونه، همچین با سوز میخونه، انگار که یه تیکه هرسی میشه سر یه داستانی، یکی میخواد فریاد بزنه اینجوری داره میخونه. آقا خیلی چقدر صدای این دوتا خوبه، خیلی خوبه. یه چیز دیگه، قدر هنرمندای جوونتون رو بدونید که اینا آینده های کشورتون هستن و سبکشون داره، سبکا داره خود فرق میکنه. من از هنرمندای قدیمم رفتم، آهنگای خیلی باحالی دارن، سبکا داره یه خورده فرق میکنه. ماشاءالله جوانای تاجیکم دارن با روز پیشرفت میکنن، میان بالا. باریکلا، دمتون گرم. قدرشون رو بدونید، حمایت کنید. دوست داشتید الیکسی هم حمایت کنید. جیگرتون رو. بریم ادامه شو. آهنگای سوزناک رو دوست دارم. خب اینم به درخواست شما یه موزیک ویدیوی بسیار زیبا، موزیک ویدیو که نبود، موزیک خالی بودش، از سیوان و باسر، دو هنرمند جوان خوشنام و خوش صدا. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من بودید. آقا لایک و کامنت و سابسکرایب هم که دیگه همه یوتیوبرها میگن، همه شما هم میدونید دیگه، به خاطر حمایت از ماست و برای اینکه خانواده‌مون بزرگتر بشه. صحیح، سالم، سلامت در کنار خانواده‌تون، جیباتون پر پول. تا ویدیوی بعدی. بدرود.